انسان زمانی که همه مفاهیم را در روشنایی آنچه که در قرآن و سنت آمده ارزیابی بکنه، این ذهنیت عدم قبول دعا گاهی وقتا خیلی باعث میشه که یک نفر دعا نکنه. خیلی از مردم میگن، بارها خودم شنیدیم، اینقدر دعا کردم خدا دعای من قبول نکرد، اینقدر دعا کردم خدا دعای من قبول نکرد. این گمان غلط در مورد الله است. در بهترین شکل ممکن است که یک نفر هر قدر دعا زیاد کرد و ظاهرا هم دعایش الله قبول نکرد، باید چی کنه؟ بیشتر از دعا کرده بره. چرا؟ به دلیل او حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در روز قیامت برای بنده یک بخش زیادی از اعمال صالحه آورده میشه که بسیار زیاد است و خیلی تعجب میکنه این بنده، پروردگار این اعمال صالحه از کجا شده؟ میگه این اعمال صالحه در نتیجه او دعاهایی است که الله در دنیا قبول نکرد. انسان در اونجا چی آرزو میکنه؟ میگه پروردگار کاش هیچ دعای مرا قبول نمیکرد. شما خوب دقت کنین چی میگه؟ میگه پروردگار کاش که هیچ دعای مرا قبول نمیکرد. پس اگر انسان مسلمانی خیلی دعا میکنه، از الله خیلی طلب میکنه، باز هم ظاهرا دعاش قبول نمیشه، باید چی کنه؟ ناامید شود؟ قطعا این دعاش بیشتر شده. برای به خاطر چی؟ به خاطر این به عنوان یک ذخیره در روز قیامت برش باقی میمونه. پس دعا هیچ ضایع نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله اجر نیکوکاران را ضایع نمیکنه. در مورد دعا به صورت مشخص رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ضایع نمیشه، یا در دنیا اجابت میشه. دقت کردین؟ یا هم به عنوان یک ذخیره در روز قیامت بر انسان چی میشه؟ باقی میمونه. و گاهی وقتا هم یک نفر دعا میکنه، یک مصیبت برش قرار است بیایه و مصیبتش دفع میشه. پس دعا چیز ضایع شدنی نیست. و در دعا رابطه انسان با پروردگار مستحکمتر میشه و خصوصا زمانی که انسان نوع تعامل خود با الله بدانه و در مورد الله گمان غلط نداشته باشه. یک نکته بسیار مهم دیگه که ما هم در زندگی خود دیدیم، در زندگی دیگرها هم دیدیم و ممکن شماها هم متوجه شده باشین، او است که انسان چون بسیار غافل است، خیلی وقتا خیلی دعاهای انسان ها قبول میشه، خود انسان متوجه نیست که اینی نعمتی که من امروز دارم در نتیجه یک دعایی است که قبلا کردم. متوجه شدین؟ انسان دعا میکنه بعدها الله متعالی اون نعمت‌ها را برش میده. خود انسان باز غافل است، نمیفهمه که این نعمتایی که من دارم دعاهایی است که الله طلب کرده و الله اینا را اجابت کرده. بازم چی میگه؟ من دعا کردم الله متعالی برام نداد. برای از کی که درک کنه این میاله که هستین هر کدامتون یک بار نعمت‌های موجودی را که دارین را بسنجین که چند وقت قبل نداشتین و امیر از الله طلب میکردین و آل او را دارین. آیا متوجه هستین که امین نعمت در نتیجه دعاهایی که الله بر شما داده؟ و من مطمئنم در مورد هر کدام ما شما از صدها مورد بیشتر است. من در مورد خود عملا خیلی چیزا را میبینم، با وجودی که زندگی هر کس مشکلات سختی ها داره، اما الله متعال قطعا در مورد همه ما شما نعمت های زیادی کرده. این میال الله الحمدلله نعمت های زیادی الله بر ما داده که ما آل میفهمم که این قبولی دعاهایی است که در گذشته ها کرده بود. و بر همه هر کدام شما من مطمئنم در مورد هر کدام شما این می سخن صدق میکنه. خود این زمانی میشه که ما بیدار بکنیم قلب خدا، یک بار بسنجیم. متوجه دعا میکنیم حالا دعای ما رو اجابت میکنه، باز ما نمیفهمیم که میرقم هست، از لحاظ مادی، از لحاظ معنوی، از هر لحاظی که بوده باشه. پس این صفات از صفات الله هست و بخشی از رحمان بودن الله هست.